چه کسی به یوزفکا تهمت زده است؟ بیشک به یوزفکا تهمت زده بودند. چون یک روز صبح بی آنکه خلافی از او سر زده باشد به سراغش آمدند. زنگوله را که به صدا درآورد، به جای آنکه خدمتکار صاحب خانه صبحانه اش را بیاورد، مردی غریبه به درون آمد. پس از گفتگویی کوتاه، سراسر پرخاش و بازخواست از سوی کا و دعوت به آرامش از سوی مرد غریبه، کا نگران و در عین حال خشمگین از رفتار او از تخت به زیر جست. به سرعت شلوار به پا کرد و به دنبال او به اتاق مجاور رفت. آنجا با مرد دیگری روبرو شد و همین که دهان باز کرد تا از آن دو در مورد رفتارشان توضیح بخواهد، مرد دوم حرف او را قطع کرد و به اطلاعش رساند که آمده‌اند بازداشتش کنند. تقاضای کا مبنی بر رؤیت حکم بازداشت، عملی خصمانه و در نتیجه مردود شمرده شد. گفتند مسئولانی که دستور بازداشت او را صادر کرده اند به هیچ وجه ندانسته اقدام نمی کنند و بی جهت میان مردم دنبال خلافکار نمی گردند، بلکه به نیروی غریزه توجهشان به سوی کانون خلاف جلب می شود و سپس مانند این مورد نگهبانان خود را گسیل می کنند. کا ابراز بیگناهی کرد و در ضمن گفت از قانونی که قرار است طبق آن بازداشت شود بی اطلاع است. در مدتی که او گیج و منگ سر پا ایستاده بود، نگهبانها توی اتاق جا خوش کردند. رخت و لباس او را برداشتند و صبحانه اش را که در این فاصله دم در آورده شد نوش جان کردند. آن دو با اشاره به تناقض موجود در اظهارات کا از او خواستند توضیح دهد که چگونه میتواند در عین بی اطلاعی از قانون ادعای بیگناهی کند. کا کوشید در افکار آن دو رخنه کند و بفهمد چه در سر میپرورانند، اما تلاشش به جایی نرسید. مردها نه فقط بی‌اعتنا به او که حتی متعجب از سوالاتی که مطرح می کرد و با در نظر گرفتن آنچه در شرف وقوع بود خود آن سوالات را عادی می یافت. از او خواستند لباس مشکی خود را به تن کند تا حتی المقدور با سر و وضعی مرتب به حضور بازرس برسد. عصبانیت کم و بیش ساختگی کا که به شکل هیاهو و سخنان تند بروز کرد، سکوت و حتی حزن و اندوه نگهبانها را به دنبال داشت. به گونه ای که سرانجام کا گیج و مبهوت از تکاپو افتاد و تا حدودی بر خود مسلط شد. دست آخر هم این فکر به ذهنش راه یافت که چه بسا ماجرا چیزی نیست مگر یک شوخی. آن روز سالروز 30 سالگی او بود. از این رو امکان داشت همکارانش در بانک کا در مقام کفیل مالی سرگرم کار بود. با او قصد شوخی داشته باشند. پس دلخوش به این امید بی جار و جنجال از تمکین درآمد و با بهترین لباس مشکی خود وارد اتاق جلفی شد که در اجاره خانم منشئی به نام دوشیزه ب بود. آنجا میز کنار تخت خواب را برای گفت و شنود به وسط اتاق کشیده بودند و بازرس پاها به روی هم پشت آن نشسته بود. او شخصاً با تشریفات خاص به اطلاع کار رساند که علیهش اقامه دعوا شده است و لازم است از دسترس مسئولان امر دور نشود، اما فعلاً از بازداشت به معنی سلب آزادی از او چشم پوشی می شود. به عبارت دیگر قرار نیست که در روال زندگی عادی او مزاحمتی ایجاد شود. در نتیجه او مجاز است آزادانه به هر کجا که می خواهد رفت و آمد کند و وظایف شغلی خود را پی بگیرد. سپس کا همراه آن دو مرد غریبه از خانه بیرون آمد. در برابر خانه راه مردها از او جدا شد. یوزفکا به سوی بانک رفت، اما به سبب مانعی که میان او و مردها حایل شد نتوانست از مقصد آن دو مطلع شود. آن روز با کاری پرزحمت و تبریکات صمیمانه به مناسبت روز تولد کا قرین بود. شب هنگام او با این قصد به خانه برگشت که به ملاقات دوشیزه ب برود. تا نیمه های شب در تاریکی اتاق خود روی کاناپه دراز کشید و منتظر ماند. سرانجام وقتی دوشیزه ب به خانه آمد، با حالتی نه چندان مؤدبانه وارد اتاق او شد و تقاضا کرد با او گفتگو کند. دوشیزه ب ابتدا تمایل چندانی نشان نداد،
و اظهار داشت که از خستگی روی پای خود بند نیست. ولی کا با اصرار موضوع کمیسیون تحقیقی را پیش کشید که به سر وقتش فرستاده بودند و به این ترتیب توانست کنجکاوی او را برانگیزد. آنطور که معلوم شد، دوشیزه ب از کم و کیف دادگاه اطلاع دقیقی نداشت. با این همه کا از مصاحبت او به شوق آمد و در همان حال که روبروی او روی کاناپه نشسته بود، آنچه را از سر گذرانده بود بازگو کرد. در این میان از تماشای دوشیزه ب که چهره خود را به یک دست تکیه داده بود و در حین شنیدن گفته های او دست دیگرش را به نرمی به پای خود میکشید به وجد آمد. هوس کرد از جا بلند شود، ولی نه به این قصد که دوشیزه ب را ترک کند. در حین آن که سیر وقایع یک بار دیگر در ذهنش جان می گرفت، جیغ و داد به راه انداخت و آرامش شبانه یکی از مستأجرها را به هم زد. مستأجر مزبور هم با مشت به در اتاق مجاور کوبید. کا دوشیزه ب را با خود به گوشه خلوتی از اتاق کشاند. پیش از آن روی کاناپه پیشانی او را بوسیده بود. حالا مچ دست او را گرفت. دوشیزه ب مقاومتی نکرد و کا را با خود به سمت در کشاند. کا بهت زده شد. انگار انتظار نداشت دری را مقابل خود ببیند. در همین لحظه دوشیزه ب با استفاده از فرصت خود را به اتاق جلویی رساند. کا دنبال او دوید. توی تاریکی به او رسید. او را گرفت. نخست دهانش را بوسید. سپس تمام صورتش را. بعد گردن او را بوسه باران کرد و لبهایش بر گلوگاه او آرام گرفت. ولی حرفی نبود که با هم در میان بگذارند. کا می‌خواست دوشیزه ب را به نام کوچکش صدا کند، ولی نمی‌دانست نام کوچک او چیست. پس در حالی که دوشیزه ب از او رو برمیگرداند، به بوسیدن دست او اکتفا کرد و بیرون آمد. چند روز بعد تلفنی به اطلاعش رساندند که یک شنبه آینده درباره پرونده او تحقیقات مختصری صورت می‌گیرد. سپس آدرس محلی را در خیابانی ناآشنا در حومه شهر در اختیارش گذاشتند. صبح روز یک شنبه کا خواب‌آلوده و صبحانه نخورده از یک محفل دوستانه مستقیما عازم محل شد. در خیابانی که نشانی داده بودند به ساختمان مورد نظر رسید. ساختمان نامبرده از لحاظ ظاهری با دیگر ساختمانها تفاوتی نداشت. راه پله پر بود از هیاهوی بچه‌ها. کا خجالت کشید از کمیسیون تحقیق نامی به میان آورد. این بود که تصمیم گرفت در حین بالا رفتن از پله‌ها از ساکنان خانه سراغ نامی جعلی را بگیرد. از آنجا که چنین کسی در آن ساختمان ساکن نبود، طبیعتاً کسی نتوانست او را راهنمایی کند. سرانجام از طبقه پنجم سر درآورد و آنجا پشت اولین دری که به آن ضربه زد با زنی جوان روبرو شد که داشت توی تشت لباس بچگانه می شست. امیدی نداشت که پرسشش با موفقیت قرین شود، ولی آن زن بلافاصله با انگشت خیس خود در باز تالاری را نشان داد که داخل آن جمعیت انبوهی در هم می‌لولیدند. پس از ورود کا گویی جمع حاضران تکمیل شده باشد، در تالار بسته شد. پسر بچه ای دست کا را گرفت و او را به سمت سکوی تالار هدایت کرد. آنجا قاضی تحقیق پشت میز نشسته بود و پس از ورق زدن دفتری چرک مرد در حالی که کا را با یک نجار اشتباه گرفته بود، از او درباره روابط خصوصیش سوال کرد. در پی این پرسش، کا رو به جمعیتی که با دقت به سخنانش گوش می‌دادند، در نطقی غرا نحوه رسیدگی به پرونده خود را تقبیح کرد و رفته رفته از طرز برخورد مسئولان به خشم آمد و سرانجام کارش به جایی رسید که با سخنانی شدید و لحن تحقیقاتی را که ظاهراً با شخص او در ارتباط بود مردود شمرد. در این اثنا در انتهای تالار کنار دیوار حادثه ای رخ داد و در طی آن یک مرد به زن رختشویی که راه را به کا نشان داده بود حمله کرد. با او گلاویز شد و سپس روی زمین مقاومت او را در هم شکست. بعد کسانی که سخنرانی کا را گوش می کردند به تماشاگران جفتگیری آن دو تبدیل شدند. کا هم همه آنها را اراذل و اوباش نامید و در حالی که برای خود از میان جمعیت راهی باز کرد با صدای بلند گفت آن تحقیقات ارزانی خود آنان
و سپس در را باز کرد و به سرعت بیرون آمد. ولی روزهای بعد را در این انتظار به سر برد که دوباره برای بازجویی فراخوانده شود. از آنجا که گمان می کرد امتناع او را از پذیرش بازجویی جدی نگرفته‌اند، حدس می زد که خود به خود بار دیگر در همان ساعت فراخوانده شده است. از این رو دوباره عازم محل شد. ولی چون آن روز جلسه ای تشکیل نمی شد، در صحن تالار کسی را ندید. فقط دوباره در محوطه بیرونی تالار چشمش به همان زن رختشو افتاد و چون آن زن اشوه‌گری کرد، کمابیش برخلاف میل خود با او باب گفتگو را باز کرد و در پی شنیدن سخنانی تملق آمیز از سوی او، کماکان برخلاف میل خود از وی تقاضای کمک کرد. مقصود کا این بود که با شخص مورد اعتمادی مشورت کند. در طی گفتگو معلوم شد که آن زن همسر مستخدم محکمه است و به واسطه روابطی که در محکمه دارد احتمالاً میتواند برای کا مفید واقع شود. به ویژه از آن رو که خود مدعی بود قاضی تحقیقات یکی از دوستداران اوست. از دست زن برای کا کاری بر نمی آمد. با این همه برای اثبات علاقه خود به کا از او اطاعت کرد و دفاتر قاضی تحقیق را که پر بود از تصاویر زشت و شرم‌آور در اختیارش گذاشت. آن تصاویر سرشت ناهنجار اهالی محکمه را بار دیگر برای کا آشکار کرد. سرانجام درست در لحظه‌ای که چیزی نمانده بود کا به اصرار زن با او راه گریز پیش بگیرد، دوباره سر و کله آن مردی پیدا شد که در صحن دادگاه با زن درآمیخته بود. مرد دست پیش برد و زن را از چنگ کا بیرون کشید. سپس او را روی شانه انداخت و با خود برد. در حالی که زن برخلاف ادعای خود که گفته بود به آن مرد میلی ندارد، مقاومت چندانی نشان نداد. کا بیشتر از سر کنجکاوی تا میل باطنی آنها را تا انتهای راهرو تعقیب کرد و آنجا پس از آن که از آن دو چشم برداشت، از دست خط کج و معوجی که به دیوار آویخته شده بود دریافت که ادامه آن راه به دفتر محکمه می انجامد. کا به این نتیجه رسید که سوء استفاده و بیبندوباری اخلاقی محکمه را به زوال کشانده است و از این رو دیگر تعجبی ندارد که بخش اداری محکمه در اتاقهای زیر شیروانی قرار دارد. سپس پیش از آن که بتواند در مورد اقدام بعدی خود تصمیم بگیرد، با مردی روبرو شد و آن مرد خود را مستخدم محکمه معرفی کرد و کا پیشنهاد او را مبنی بر همراهیش به بخش اداری پذیرفت. سپس وارد راهرویی دراز شد. آنجا درهایی بد ترکیب و زمخت به دفاتر مختلف زیر شیروانی باز می شدند. مستخدم پشت سر کا قدم بر می داشت و بی آنکه سؤالی بکند، کسانی را که در دو سوی راهرو روی نیمکت‌ها نشسته بودند و کرنش کنان و سر به زیر از جا بلند می شدند، متهمان محکمه معرفی می کرد. کا احساس کرد می خواهد هرچه زودتر آن محل را ترک کند. از اینکه به ناچار اسیروار پیشاپیش مستخدم گام برمی داشت ناخشنود بود. چشمش سیاهی رفت. به سرگیجه افتاد. دختر خانمی که از یکی از اتاقها بیرون آمد برایش توضیح داد که علت سرگیجه او آفتاب سوزانی است که از سقف به درون میتابد. سپس مردی که از همان اتاق بیرون آمد پیشنهاد کرد کا را به بیرون هدایت کند. کا که قادر نبود روی پای خود بایستد، پیشنهاد او را پذیرفت. ولی چیزی نمانده بود که از حال برود. ناچار شد بنشیند. دختر خانم با میله ای سرکج دریچه ای را در بلندای دیوار باز کرد تا کا کمی هوا بخورد. در حال نشستن روی نیمکت به سر و روی کا دوده پاشیده شد. دختر خانم دریچه را بست و دستهای او را از دوده پاک کرد. زیرا او خود قادر به انجام این کار نبود. کا میل داشت همانجا بنشیند، اما نشستن او مانع آمد و شد دیگران میشد. این بود که پس از یکی دو تلاش بی‌ثمر سرانجام توانست از جا بلند شود. مردی که دختر خانم او را مسئول بخش اطلاعات معرفی کرد، پیش آمد و بازوی کا را گرفت. دختر خانم هم دست به زیر بازوی دیگر او انداخت. کا که سر و صورتش به عرق و دوده آغشته بود، به رغم ضعف جسمانی از کمک آنها ناخشنود بود.
پس تلاش کرد خود را سر پا نگه دارد، ولی نتوانست و شرمگین شد. مثل دریازده ها شده بود. همانطور که میان آن دو گام برمی داشت، خود را شخص دیگری پنداشت. از ذهنش گذشت که اسیر آن دو نفر است. از آنچه که حین بیرون بردن او با هم رد و بدل کردند چیزی نفهمید. تون تون نفس میکشید. بالاخره سر از بیرون درآورد. یاری دهندگانش او را روی پله ها به حال خود رها کرده و رفته بودند. با کمک آینه جیبی موهای خود را مرتب کرد، کلاه خود را که یک پله پایین‌تر به زمین افتاده بود برداشت و با گام‌های بلند از پله ها پایین رفت. طوری که خود از آن همه نیرو و شادابی حیرت زده شد. روزهای بعد کا گذشته از برخی پیشامدهای ناخوشایند و نه چندان مهم از سوی مقامات مربوطه با مزاحمتی روبرو نشد. با این همه به سبب نوعی احساس نگرانی پیوسته در اندیشه محاکمه خود بود و به گمان آنکه فرصت چندانی برایش نمانده است، شکیبایی خود را از دست داد. خستگی هم مزید بر علت شد و در نهایت برخلاف گذشته که در کار خود در بانک جدی و کوشا بود، سهلنگار و بی‌دقت شد. در عین درماندگی مدام در فکر بود که شاید راه چاره‌ای بیابد. شک نداشت که به سبب آن محاکمه در مسیر ترقی خود در بانک با مشکل روبرو خواهد شد. در چنین احوالی یک روز که سخت سرگرم آماده کردن نامه‌های اداری بود، عمویش خرده مالکی روستایی به دیدنش آمد و کا ملاقات او را به فال نیک گرفت. در حین گفتگویی که در خلوت صورت گرفت، معلوم شد عمو از محاکمه‌ای که علیه کا در جریان بود اطلاع دارد. عمو در بیاناتی که طرز از برباد رفتن حیثیت یکایک افراد خانواده از آن مشهود بود، به اصرار از برادرزاده خود خواست که بیدرنگ همراه او به دیدن یک مشاور حقوقی برود. کا که از رفت و آمدهای خود به محکمه درس گرفته بود، چاره ای ندید جز اینکه پیشنهاد عمو را بپذیرد. عمو از گذشته‌های دور با یک وکیل دعاوی آشنایی داشت. به خانه او که رسیدند، خدمتکار جوانی در را به روی آن دو باز کرد. از گفته‌های دخترک خدمتکار معلوم شد که وکیل سخت ناخوش و بستری است. برخلاف هشدار دخترک که آنها را از نزدیک شدن به بیمار برحذر می‌کرد، عمو با شتاب خود را به درون اتاق رساند و به صدای بلند خود را یکی از دوستان قدیمی او معرفی کرد. وکیل که سر و روی خود را با شال و کلاه پوشانده و تا گلو زیر پتو رفته بود، نخست در جواب عمو با صدایی ضعیف و بیروح چیزی گفت. ولی همین که عموی زمیندار کا با اشاره به کا در پشت سرش مشکل او را مطرح کرد، بلافاصله چنان که گویی از این رو به آن رو شده است، کمر راست کرد و به گرمی به کا خوش آمد گفت. سپس از دخترک خدمتکار که بیوقفه از زیر چشم کا را برانداز می کرد، خواست از اتاق بیرون برود. کا شگفت زده دریافت که وکیل از موضوع محاکمه او مطلع است. وکیل در حالی که مرتب تارهای ریش خود را می گرفت و می کند، با حالتی حاکی از غرور گفت مفتخر است که با اهالی محکمه حشر و نشر دارد. سپس ادامه داد که اتفاقاً در آن لحظه مهمان عالی قدری در خانه اش به سر میبرد که یکی از مدیران دفتر حقوقی است و احتمالاً میتواند در مورد پرونده کا مفید واقع شود. در حین بیان این مطلب به گوشه تاریکی از اتاق اشاره کرد و آقایی که تا این زمان در آن گوشه از چشم پنهان مانده بود، بلافاصله از جای خود در صندلی راحتی بلند شد. پس از آنکه وکیل در همان حال که توی تخت خواب نشسته بود، آقایان را به هم معرفی کرد، مدیر دفتر حقوقی گفت هرچند وقت چندانی ندارد، چرا که انجام وظایف محوله فرصتی برایش باقی نمیگذارد، ولی با این همه حاضر است مدت کوتاهی با آنها گفتگو کند. کا منزجر از تعظیم و تکریم‌های بیوقفه عمو که با تملق‌گویی‌های مبالغه آمیز نسبت به آن مرد همراه بود و در عین بی‌اعتنایی به گفتگویی که رفته رفته اوج می‌گرفت، در خود فرو رفت و افکارش معطوف دخترک خدمتکار شد. سرانجام صدایی شبیه به خرد شدن ظروف چینی که از اتاق مجاور به گوش رسید، او را به خود آورد.
به بهانه اینکه قصد دارد ببیند چه رخ داده است، آهسته و به گونه ای که گویی عمدن می‌خواهد به حاضران فرصت دهد که مانع رفتنش شوند، از اتاق خارج شد. همین که بیرون آمد، دخترک خدمتکار در میان تاریکی دستش را گرفت و او را با خود به یکی از اتاقها برد و مجبورش کرد که روی صندوقچه‌ای بنشیند. خود او هم کنارش نشست. پس از آن که چشم کا به تاریکی عادت کرد، مسائل خود را به تمامی از یاد برد و محو تماشای دخترک شد. دخترک را که لنی نام داشت بغل کرد و به سمت خود کشید. دخترک ساکت و آرام به شانه‌های او تکیه داد. در گفتگویی کوتاه درباره دادگاه، دخترک به کا پیشنهاد کرد که اعترافنامه‌ای تنظیم کند. دخترک هرچه بیشتر گرم حرف زدن درباره دادگاه و پرونده کا میشد، خود را بیشتر به او می‌فشرد. کا دخترک را بلند کرد و روی زانوهای خود نشاند. دخترک گفت اینطور بهتر است و در حالی که دامن و بلوز خود را جمع و جور می کرد، روی زانوی کا جا خوش کرد. بعد دوباره سرگرم گفتگو شدند. کا عکس زنی را نشان داد که با او سر و سری داشت. دخترک آن زن را موجودی سرد و عبوس خواند. بعد دست راست خود را نشان کا داد. پوست میان دو انگشتش تقریباً تا بلندای آخرین بند انگشت کوچک می رسید. کا در میان تاریکی نتوانست بلافاصله متوجه شود که دخترک قصد دارد چه چیزی را نشانش بدهد. این بود که دخترک انگشتان خود را در دست او گذاشت تا او آن را لمس کند. کا شگفت زده چند بار انگشت‌های دخترک را از هم باز کرد. سپس یکدیگر را به شدت در آغوش گرفتند. دخترک کا را با خود به روی زمین کشید و کا به خواسته او تن داد. به نظر می رسید دخترک می خواهد او را ببلعد. بعداً وقتی که از خانه بیرون آمد و جلوی خانه زیر باران با عموی خود روبرو شد، اصلاً به یاد نمی آورد چه مدت زمان سپری شده است. عمو او را سخت ملامت کرد و گفت مدیر دفتر حقوقی مدتی پیش خداحافظی کرد و رفته است و به خاطر سهلنگاری و بی‌توجهی او پرونده اش که می توانست به خیر و خوشی پایان بگیرد کماکان معلق مانده است و بیم آن می رود که وضع او وخیمتر از گذشته شده باشد. به واقع به نظر خود کا هم که معمولاً مسائل را چندان سخت نمی گرفت، اینطور رسید که اوضاع وخیمتر از پیش شده است. طی روزهای بعد اغلب بی آنکه هوش و حواسش به کار باشد، در محل کار خود می نشست و به فکر فرو می رفت. عکسی از او به جا مانده است که نشان می دهد چگونه پشت میز خالی دفتر پاها را به جلو دراز کرده و با پشت خمیده سر را به سنگینی به دستها تکیه داده و به فکر فرو رفته است. به گفته دیگران، آن روزها خستگی هر روز بیش از روز پیش در وجود او رخنه می کرد. سرانجام کار به جایی رسید که به ناچار پیش خود اعتراف کرد که دیگر آن آدم پیشین نیست. افراد دیگری وقیحانه وظایف او را به عهده گرفتند و در این میان او وقت خود را با افکار بی‌ثمر تلف کرد و بی هیچ اقدامی فقط در این اندیشه بود که رسواییش برملا نشود. چه کاری از دست او برمی آمد؟ آیا امکان داشت بتواند دست به کاری بزند؟ آنطور که از گفته‌های مشاور حقوقیش که هنوز روی اولین عرض حال او کار می‌کرد برمی آمد، امکان نداشت کسی بتواند وقایعی را که ممکن بود در آینده در مورد این پرونده به وقوع بپیوندد پیش بینی کند. اصول و مبانی ویژه‌ای در کار نبود. نتایج حاصله از دیگر فعالیت‌های محکمه در مورد این پرونده اعتبار نداشت. جریان رسیدگی به این پرونده نه فقط از دیگران که حتی از خود متهم هم مخفی نگه داشته میشد. مقامات دونپایه از تصمیمات مراجع بالایی اطلاعی نداشتند. به نظر کا می رسید که در مورد پرونده او کارها طبق قانون پیش نمی رود و همه چیز به خودکامگی این و آن سپرده شده است. از نقاشی که مأمور ثبت صحنه‌های دادگاه بود و کا به توصیه کسانی به دیدن او رفت، شنید که تنها در گزارشات قدیمی ذکری از تبرئه‌های واقعی به میان آمده است. ولی چنین گزارش‌هایی فقط جنبه افسانه بافی دارند.
به گفته آن نقاش بعید نبود که در پی تلاش‌های کا و جلب نظر برخی از اشخاص مرجعی نه چندان عالی او را به صورت ظاهر تبرئه کند. ولی همیشه این خطر وجود خواهد داشت که شخص تبرئه شده بلافاصله پس از رسیدن به خانه دوباره دستگیر شود. به عقیده او امکان دیگری که کا می توانست به آن توسل بجوید این بود که با آمد و شد پی در پی به دادگاه و نوشتن عرض حالهای متعدد و پرداخت رشوه و جلب نظر مقاماتی در سطح پایین که اهل چنین بدبستانهایی بودند، روند رسیدگی به پرونده خود را چنان به درازا بکشاند که عملاً جریان کار متوقف شود. ولی کا به درستی پی برد که چنین اقداماتی در اصل تبرئه واقعی او را ناممکن می سازند. او خیال نداشت به چنین وضع نامطمئنی تن در دهد و از این ناخشنود بود که وکیل دعاوی می‌کوشید با نوشتن تقاضانامه‌های مکرر به طور موقت دل او را خوش کند. هر بار که وکیل با طول و تفصیل از محسنات شیوه‌ای که اتخاذ کرده بود یاد می‌کرد، کا از فرط خشم و خستگی دلآشوبه می‌گرفت و دست و پای خود را گم می‌کرد. با آنکه دیدار دخترک خدمتکار به او آرامش می‌داد، به فکر افتاد که از وکیل دعاوی خلعیت کند، شخصاً پرونده خود را پیگیری کند و به هر حکمی بد یا خوب تن بدهد. خیال داشت پرونده خود را به هر شکل ممکن به نقطه پایان برساند. دیگر تحمل نداشت ساکت بماند. به این نتیجه رسیده بود که دفاع از خود را به فرد لایقی واگذار نکرده است. اطمینان داشت که دیگران حال و روزش را درک نمی کنند. در آن شرایط به نظر می رسید خود سد راه خود است. یک روز در خانه وکیل دعاوی از متهمی شنید که او برای دفاع از خود فزون بر آن وکیل دعاوی 5 مشاور اهل بدبستان را هم به خدمت گرفته است و با نفر ششمی هم در حال مذاکره است و عقیده او را در بی‌ثمر بودن استخدام مشاور حقوقی راسختر کرد. به این نتیجه رسید که تمام سر و کله زدنهایش با محکمه یک بازی مشکوک و آلوده به زد و بند بوده است. دیگر حاضر نبود بی هیچ مقاومتی از در تسلیم درآید. ولی هرگاه دچار خستگی شدید میشد و در دفتر کار خود با کمر خمیده پشت میز کارش می نشست، به وضوح پیش چشم می آورد که نمی تواند در برابر محکمه رفتاری آمیخته به بی‌اعتنایی پیشه کند. گاهی خسته و وامانده با خود گفتگو می کرد و سر درد و دلش باز می شد. در چنین هنگامی می کوشید ضعف رو به فزونی خود را در پرده خشمی ساختگی پنهان کند. به یاد می آورد تاکنون با هر سؤالی که درباره پرونده خود مطرح کرده، موجبات شگفتی دیگران را از بی‌تجربگی خود فراهم کرده است. به نظرش می رسید برخلاف پرونده دیگران هرگز از چند و چون پرونده خود سر در نیاورده است. هر بار که چیزی می پرسید چنان می نمود که سؤال بی ربطی را پیش کشیده است. سؤالاتش در نظر دیگران ابلهانه و نابجا جلوه می کرد. رفته رفته دریافت که هر بار به جای آن که حواس خود را متمرکز کند، دچار حواس پرتی می شود. هر بار موضوعی فرعی حواس او را به خود جلب می کرد و موجب می شد از موضوع اصلی دور شود، در روبرو شدن با مأموران دولتی گمان می کرد عاقلانه حرف زدن حلال مشکل خواهد بود. در آغاز احساس می کرد به دلجویی دیگران نیازی ندارد، ولی افراد زیادی با کلام و رفتار از او دلجویی می کردند. چنان که رفته رفته بدون این دلجویی ها زندگی برایش ناممکن شد. آرامش خود را از دست داد. خستگیی که در وجودش رخنه کرده بود باعث شد که به ظاهر صدمه ناپذیر جلوه کند، ولی در واقع از درون ضعیف و تهی شده بود. به این فکر افتاد که به پزشک مراجعه کند، ولی در این باره اقدامی نمی کرد. سرانجام روزی که قرار بود نزد پزشک برود، یادداشتی نوشت و متذکر شد که باید به دیدار کسی برود. سپس به دیدن وکیل دعاوی رفت و در حضور دخترک خدمتکار و متهمی که قبلا نامش ذکر شد، کوتاه و مختصر محاکمه خود را خاتمه یافته اعلام کرد. از آن به بعد دیگر از بازجویی خبری نشد.
کا دریافت که حال و روزش رو به وخامت گذاشته است. ساعتها به مغز خود فشار می آورد تا شاید راه چاره ای بیابد. برای امرار معاش کار خود را حفظ کرد. از چه راهی می توانست روند رسیدگی به پرونده خود را تسهیل کند؟ می دانست که دندان به هم فشردن دردی را درمان نمی کند. اغلب ساعتها در دفتر کارش پشت میز خالی می نشست و سر را به کف دستها تکیه می داد. در همان حال مراجعانی که به قصد برقراری ارتباط با بانک آمده بودند در اتاق انتظار می نشستند و به عبث چشم انتظار می ماندند تا شاید او آنها را به حضور بپذیرد. کا با محکمه در افتاده بود و حالا می بایست عواقب آن را به جان می خرید. فکر فرار را از سر خود بیرون کرد. ترک کردن شهر به معنای گریز حول دایره‌ای بسته بود. خوب می‌دانست قدرت محکمه با امکاناتی که در اختیار داشت تنها به یک مکان محدود نمی‌شد. بارها پیش خود اعتراف کرد که شرایط موجود بر اعصابش تأثیر نامطلوب گذاشته است. دیگر متهمان به او گوشزد می‌کردند که حالت دهانش حاکی از آن است که به زودی محکوم خواهد شد. این گفته او را به خنده می‌انداخت و سرانجام سبب شد که کنجکاویش برانگیخته شود. یک بار کا از طرف مدیر کل بانک مأمور شد آثار هنری موجود در کلیسای جامع را به یکی از مشتریان خارجی بانک نشان دهد. هنگام مراجعه به کلیسا واقعه‌ای رخ داد که بر نگرانی‌های کا مهر تأیید زد. واقعه از این قرار بود که وقتی او پس از انتظاری طولانی و بی‌ثمر تصمیم گرفت صحن نیمه تاریک کلیسا را ترک کند، با شنیدن صدایی که او را به نام می‌خواند قدم سست کرد و ایستاد. لحظه‌ای سر به زیر انداخت و به کف کلیسا چشم دوخت. نه، جای انکار نبود. این نام خود او بود که به زبان می آوردند. یوزف کا. هنوز مختار بود به راه خود برود و از طریق یکی از چند در تاریک و کوچک چوبی که در آن نزدیکی قرار داشت خود را به بیرون برساند. رفتن او به این معنا می بود که چیزی نشنیده است یا آنکه خیال نداشته است به آنچه شنیده است اعتنا کند. اگر آن روحانی به واقع آن کسی که نام کا را به زبان آورده بود یک کشیش بود، یک بار دیگر کا را صدا می کرد، بیشک کا به راه خود می رفت. ولی از آنجا که دیگر صدایی شنیده نشد، کا سر برگرداند و دید که مرد روحانی روی سکوی خطابه آرام ایستاده است. سپس برگشت و از فرط کنجکاوی با گام‌های بلند به سوی سکوی خطابه رفت. مرد روحانی با انگشت اشاره ای کرد و آن پایین کنار سکو به وضوح نقطه ای را نشان داد. گفت تو یوزف کا هستی. کا که از چندی پیش نام خود را مانند باری سنگین با خود حمل می کرد پاسخ مثبت داد. مرد روحانی با صدای بسیار آهسته گفت تو را متهم کرده اند. کا تأیید کرد. مرد روحانی گفت پرونده‌ات ناجور است. چه بسا کارت از یک دادگاه بدوی فراتر نرود. کا گفت پس قضیه از این قرار است و سر به زیر انداخت. ولی بعد خود را به آن راه زد و به عادت معمول با ظاهری بیغم به پرگویی مشغول شد. مرد روحانی ناگهان از آن بالا رو به کا فریاد زنان گفت حتی قادر نیستی 2 قدم جلوی خود را ببینی. بعد هر دو ساکت شدند. در پی خواهش آهسته کا مرد روحانی از سکوی خطابه پایین آمد. در حالی که با هم از کلیسا بیرون می آمدند، مرد روحانی برای کا مثل مشهور مردی را تعریف کرد که از روستا به پیشگاه قانون آمد و هر چه خواهش کرد نگهبان به او رخصت نداد از دروازه قانون بگذرد. اما وقتی پس از عمری انتظار زمان مرگش فرا رسید، از زبان نگهبان شنید که آن دروازه فقط برای او بوده است. این داستان کا را سخت متأثر کرد. از مرد روحانی خواست آن را تفسیر کند. بعد مرد روحانی تفاسیر گوناگون را برای او بازگو کرد و توضیح داد این تفاسیر اغلب بیانگر درماندگی در برابر نوشتاری است که فهم آن ناممکن می نماید.
غروب روزی که کا 31 ساله می شد، ساعت 9 شب هنگام خلوتی خیابانها، دو مرد با لباس مشکی برای بردن کا به آپارتمان او آمدند. کا که لباس مشکی به تن داشت، پیش خود اعتراف کرد که منتظر شخص دیگری بوده است. با این همه هیچ مقاومتی نکرد. کلاه خود را برداشت و در حالی که می‌کوشید توجه کسی جلب نشود، همراه آن دو مرد آپارتمان را ترک کرد. توی خیابان آن دو مرد بازو در بازوی او انداختند. کا در عمر خود هرگز به آن شکل بازو در بازوی کسی نینداخته بود. تصمیم گرفت عقلی را که نصیب برده بود و در سایه آن از جمله آن مقام نسبتاً بالای اداری را کسب کرده بود تا لحظه آخر از دست ندهد. مردها او را به سرعت از شهر خارج کردند. نیازی به دخالت شخص ثالث نبود. یک بار که پاسبانی به آن گروه 3 نفره نزدیک شد، این کا بود که آن دو مرد مردد را با خود کشید و برد. در یک معدن سنگ کوچک و متروک در خارج از شهر توقف کردند. معلوم نشد از پیش می‌خواستند آنجا توقف کنند یا آنکه مردها به سبب خستگی توان ادامه راه را نداشتند. کار را رها کردند. پس از مقداری تعارف در این باره که کدام یک از آن دو وظیفه بعدی را به انجام برساند، به نظر می رسید وظیفه هر یک از آن دو را به طور مجزا مشخص نکرده بودند. یکی از مردها به سمت کار رفت و کت، جلیقه و پیراهن او را از تنش درآورد. کا بی اراده به لرزه افتاد و همان مرد به قصد دلداری با دست آرام به پشت او زد. بعد لباسها را با دقت و طوری روی هم چید که انگار قرار است باز از آنها استفاده کنند. هرچند نه به این زودیها. مردها کار را روی زمین نشاندند. تنه اش را به یک سنگ تکیه دادند و سرش را روی آن گذاشتند. بعد یکی از آقایان از جیب فراک خود کاردی بلند و باریک بیرون کشید. تیغه کارد از هر دو طرف تیز بود. آن را بالا گرفت تا در نور ماه از تیزی آن اطمینان حاصل کند. مردها از فراز سر کا با ادبی خاص کارد را میان خود رد و بدل کردند و به امید آنکه کا کارد را بگیرد و کاری را که به عهده آنان بود خود انجام دهد، این کار را بارها و بارها تکرار کردند. اما کا چنین خیالی نداشت. به گمان او صلاح در این بود که در کار آنان دخالت نکند. پرسش‌های بسیاری به مغزش هجوم آوردند. به نظرش می رسید زمان متوقف شده است. دستهای خود را به هوا بلند کرد و انگشتان خود را کاملا از هم گشود. دستهای یکی از مردها بر گلوی او نشست و دیگری کارد را در قلب او فرو کرد و 2 بار چرخاند. کا با چشمان کم فروغ دید که مردها بالای سرش گونه بر گونه هم رأی نهایی را نظاره می کنند. گفت مثل یک سگ چنان می نمود که شرم پس از مرگ او هم باقی خواهد ماند.